ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 63. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند، ولی این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلاً هضم گردیده نتوانستند در دیوار زبان رخنه به وجود آرند. زیر فصل سیوم، زبان مادری ما در عهد غوریان. سرزمین غوریان در عصرهای میانه اصلاً در سرگه هریرود واقع گردیده شهرهای هرات و بامیان را تا حدود کابل و غزنه فرا می گرفت. از قدیم الایام در این منطقه که اقلیم مساعد و وادی‌های سرسبز برای زراعتکاری و چاروا پروری داشته، مهمتر از همه دست تهاجم بیگانگان به آن کمتر می رسید، اساساً تاجیکان زندگی می کردند. در تاریخ نامه ها نیز در خصوص کشتزارهای سرسبز، باغات فراوان میوه و گله اسب و رمه گوسفند زیادی این سرزمین، همچنین استخراج معدن، کارکرد فلزات، سلاح سازی و مردانگی قبیله های مختلف مردمی غور که در ابتدا متاسفانه پریشان و پراکنده در محدوده دولت های خرد مستقل زندگی کرده میانی هم چندان سازش نداشتند، معلومات جالب موجود است. دین مبین اسلام نیست و این سرزمین کوهستان دیرتر نفوذ پیدا کرد و غوریان تا دیرگاه بر سنت و آیین‌های اجدادی خود معتقد بودند. نام پیشوای سرسلسله این خاندان شینس بود
از این خاطر این خاندان را ملوکی شنسبانیان یا آل شنسب می گویند. غوریان همچنین عنعنه قدیمی را رعایت می کردند که در سر هر دولت دو پیشوا می ایستاد، یکی حاکم و دیگری سپهسالار که اداره دولت را بین خود برابر تقسیم کرده بودند. دولت غوریان در عصرهای 12-13 به اوج ترقی خود رسید و حاکمان این سرزمین دو طایفه را تشکیل می دادند که یک طایفه در فیروزکوه سلطنت می راندند، طایفه دیگر در بامیان حکومت می کردند. حاکم غور محمد سام در عهد سلطان محمود غزنوی مورد احترام خاصی او قرار داشت، زیرا در فتوحات هند به وی کمک زیاد نموده بود. پس از محمد سام پسرش قطب‌الدین حسن و پس از قطب‌الدین حسن پسرش عزالدین حسین حاکم غور تعیین گردید که با سلطان سنجر سلجوقی و سلطان ابراهیم غزنوی معاصر بوده در تحکیم دولتداری غوریان نقش سزاوار دارد و به لقب پدر حاکمان غور مشهور است. حاکمان غور هرچند به نام حاکمیت غزنویان را به رسمیت می شناختند، ولی در ظرف چندین 10 ساله بر ضد این خاندان مبارزه بی امان بردند. به خصوص قطب‌الدین محمد که امیر فیروزکوه بوده در بین مردم شهرت و احترام زیاد داشت، غزنویان را به تشویش انداخته بود. بهرام شاه غزنوی با مقصد ایجاد مخالفت میان برادران قطب‌الدین محمد و کم کردن اعتبار او خواهر خود را به وی بزنی داد، ولی برعکس نفوذ قطب‌الدین محمد میان برادران و مردم بالاتر رفت. همین سبب شد که بهرام شاه غزنوی از افزودن اقتدار غوریان و بیشتر شهرت یافتن قطب‌الدین محمد ترسیده وی را با راه فریب به غزنه دعوت کرد و به حبس گرفته پس از چند مدت زهر داده به هلاکت رساند. با وجود این دیگر باره تصرف کردن دولت غور به بهرام شاه میسر نگردید. بهرام شاه غزنوی در چند محاربه شدیدی که بین او و برادران قطب‌الدین محمد به وقوع پیوست شکست خورد. سلطان علاءالدین غوری که با نام علاءالدین جهانسوز مشهور است، در آخرین محاربه سپاه بهرام شاه را کاملا تار و مار کرد و خود او را به گریختن وادار نمود. علاءالدین به شهر غزنه 1150-1151 وارد شده این شهر آبادان را خراب کرد و کتابخانه معروف سلطنتی آن را که آثار گرانبهای فراوان داشت آتش زد. از این خاطر مردم به او لقب جهانسوز دادند. ولی با این مبارزه میان غزنویان و غوریان به اتمام نرسید. در سال 1186-87 برادرزاده علاءالدین غیاث الدین محمد غوری در یکی از جنگ‌ها آخرین نماینده خاندان غزنوی حاکم لاهور خسرو ملک را اسیر گرفته به پایتخت دولت غوریان فیروزکوه فرستاد. با همین سلطنت غزنویان پایان یافت.
غوریان دولت غزنویان را در هم شکسته حکمرانی قلمروی بزرگی گردیدند که بعداً حدود آن در نتیجه فتوحات من بعده آنها وسعتی بیشتر پیدا کرد. پادشاهان غور در اختیار خود لشکری سیرشمار داشتند که همچنین دسته های نظامی قبیله ها را نیز در بر می گرفت. علاوه بر این آنها از جانب حاکمان محلی کوهستان بدخشان و حوزه دریای امو پشتیبانی می دیدند. در آخر عصر 12 محلهای جنوبی تاجیکستان از جمله ناحیه های وخش، چغانیان، شغنان و وخان به هیئت دولت غوریان وارد شده بودند. با اندیشه محققان درخشانترین دوره تاریخی حکمرانی غوری ها سالهای 1152 1206 محسوب می شوند. بالاروی اقتصادی و فرهنگی دولت غوریان نیز به همین دوره راست می آید، ولی این پیشروی دیر دوام نکرد. بعد از وفات سلطان شهاب الدین غوری حکومت‌های محلی در غزنه، زابلستان، بامیان، تخارستان و ناحیه‌های دیگر بیشتر قوت گرفته دعوای مستقلیت کردند و از اطاعت حاکمان غوری فیروزکوه سر تافتند. این پریشانی و پراکندگی برای شکست دولت غوریان زمینه مهیا کرد. محمد خوارزمشاه با استفاده از فرصت تیشه بر ریشه این دولت زد و آنچنان که غوریان غزنویان را واژگون کرده دولتداری آنان را از بین بردند، خوارزمشاهیان دولت غوریان را برهم زدند. پادشاهان غوری به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی زیاد داشتند و در دربار آنان شاعران و دانشمندان بسیار کار و زندگی می کردند. بعضی از این پادشاهان از جمله علایالدین جهانسوز به فارسی دری شعر سروده شاعری صاحب دیوان بوده است و اوفی بخارایی خبر می دهد که دیوان او و دیوان آتسیز را در کتابخانه سمرقند مطالعه کرده است. می گویند که علایالدین جهانسوز فخریه زیرین را هنگام فتح غزنه و شکست غزنویان سروده است. جهان داند که من شاهی جهانم، چراغی دوده عباسیانم، علاءالدین حسین ابن حسینم، فلک بازیگری تیغ و سنانم. چو بر گلگون دولت برنشینم، یکی باشد زمین و آسمانم. همه عالم بگردم چون سکندر، به هر کشور شهید دیگر نشانم. مؤلف 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی نیز شنده از نزدیکان پادشاهان غور قطب‌الدین و علایالدین جهانسوز بود و تا شکست خوردن علایالدین جهانسوز از سلطان سنجر همراه او بود. 4 مقاله اثری منصور نظامی عروضی از آثار ماندگار نصر دری است. این اثر اساساً مطالب جالب را در بابت 4 علم، دبیری، علم شعر، علم نجوم و علم طب در بر می گیرد و با زبانی ساده و روان انشا شده است. علاوه بر این در این کتاب معلومات جالب تاریخی نیز فراوان و مشاهده می رسد.
پارچه زیر بازگوی این واقعیت است. در سنه 1500 1164 به شهر بلخ در کوی برده‌فروشان در سرای امیر بوسعد خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلسی اشرت از حجت الحق عمر شنیدم که او گفت: گوری من در موضعی باشد که هر بهار شمال بر من گلفشان می کند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چون اوی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشاپور رسیدم، 4 شاید چند سال بود تا آن بزرگ روی در نقابی خاک کشیده بود و عالمی سفلی از او یتیم مانده و او را به من حق استادی بود. آدینه به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستانی حیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم. در پایین دیواری باغ خاکی او دیدم. نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگی شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود. و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطاری ربعی مسکون او را هیچ جای نظیر نمیدیدم. در این عهد عبیره صوفی معروف ابو سعید ابوالخیر محمد ابن منور که از دانشمندان و ادیبان خوبی زمان خود بود، در شرح عقیده ها و زمان زندگی ابو سعید ابوالخیر کتاب اسرار توحید فی مقامات الشیخ ابی سعید را به نام حاکمی غور ابوالفتح محمد ابن سام تألیف کرد. این کتاب از 3 باب عبارت است. در باب اول درباره زندگی شیخ تا سن 40 سالگی او، در باب دوم در آغاز ارشاد تا فوت و در باب سوم در خصوص انتهای حالت شیخ ابو سعید معلومات داده شده است. زبان بیان مؤلف ساده و روان و دور از پیچیدگی است. نمونه از شیوه بیان اسرار و توحید. خواجه عبدالکریم خادم خاص شیخ ما ابو سعید بود. گفت روزی درویش مرا بنشانده بود تا از حکایت‌های شیخ ما او را چیزی می نوشت. کسی بیامد که تو را شیخ می خواند. برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چیکار می کردی؟ گفتم درویش حکایت چند از آن شیخ خواست، آن را می نوشتم. شیخ گفت ای عبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند. و در این سخن چند فایده است.
یکی آن که شیخ به فراست بدانست که خواجه عبدالکریم چی می کند. دویم تعدیبی یعنی ادب کردن او که چگونه باش. سیوم آن که نخواست که حکایت کرامتی او نویسند تا به اطراف برند و مشهور شود. چنان که از پارچه ذکر شده می بینیم، در بیان مؤلف به استثنای چند کلمه عربی که شاید در روزگار زندگی نویسنده کلمه های معمول بوده اند، کلمه و ترکیب های دشوار به مشاهده نمی رسند و خواننده امروزه نیز به آسانی از مطلب مؤلف با خبر می شود. از بزرگان دیگری زبان و ادب دری در عهد غوریان می توان از خواجه خواجگان معین الدین چشتی هیروی تولد سال 1121 نام برد. وی در سمرقند و بخارا تحصیل علم نموده، به زادگاهش دیهه چشتی نزدیک هرات برگشت و در همین جا به صفت پیشوای طریقت مسلک چشتیه را بنیادگذاری نمود که این مسلک در هندوستان هزاران هزار پیروان و معتقدان داشت. کلام معین الدین چشتی دلپذیر و اشعارش دلانگیز است. سیل را نعره از آن است که از بحر جداست، وان که با بحر در آمیخته خاموش آمد. نکته ها دوش لبم گفت و شنید از لب یار، که نه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد. هر کی را هوش و قرار است میش ده ساقی، که معینش ز ازل بی خود و مدهوش آمد. از بزرگان دیگر مؤلف تاریخ غور فخرالدین ابن حسین معروف به مبارک شاه است که در آغاز وزیر علاءالدین جهانسوز بود و بعداً مدتی در خدمت سلطان غیاث الدین غوری قرار داشت. رباعی زیرین را به او نسبت دادند. اندر می و معشوق و نگار آویزی، بهزان باشد که در شکار آویزی. آهوی بهشتی چو بدامی تو در است، اندر بز کوهی به چه کار آویزی؟ شمس الدین محمد سگزی نیز که اصلش از سیستان است، از شاعران و نویسندگان خوبی این عهد به شمار می رود. او چندین اثر تألیف کرده است که کتاب مجمع البحرین یکی از آنهاست. وی با حاکم هرات دوستی داشته رباعی زیرین را برای او نوشته است. شاه ها باید کس تو دل کم شکند، لطف تو هزار لشکری غم شکند. اندیشه به کار دار کاندر سحری، یک آه هزار ملک
برهم شکند. منهاج الدین جزجانی تولدش سال 1193 که به لقب منهاج السراج یا منهاج سراج معروف است، اساساً در دربار غوریان میزیست و بعدی حمله مغول به سرزمین هند پناه برد و در دربار پادشاهان این سرزمین ناصرالدین کوباچه، سلطان شمس الدین ایلتوتمیش 1211 1235، بهرام شاه 1239 1241 و ناصرالدین محمود شاه 1246 1265 منصب‌های بلند یافت و کتاب طبقات ناصری خود را به نام ناصرالدین محمود شاه در 23 بخش یا طبقه به شیوه مورخان گذشته با نثر روان و لغات و اصطلاحات ساده بی تکلف تألیف کرد. نمونه از طبقات ناصری: امام وحیدالدین فوشنجی تقریر کرد که من در حادثه شهری هرات بودم و هر روز بر موافقت غازیان سلاح می پوشیدمی و بر سری باره رفتمی و کسوت سواری نگاه داشتمی. روزی در میان جنگ و غوغا بر سری باره هرات بودم با سلاحی تمام از خود و جوشن و غیر آن. ناگاه پای من از سری باره خطا کرد و بر جانب خندق در افتادم و چنان که سنگ یا کوه بروی خاک ریز می غلطیدم و به قدر 50,000 مغول مرتد دست به تیر و سنگ بر می داشتند تا غلطان در میان لشکری کفار افتادم. حق تعالی به عصمت خود مرا نگاه داشت که هیچ زخمی بر من نرسید و هیچ عضوی از اعضای من خسته و شکسته نشد. در مجموع زبان تاجیکی در دربار حاکمان غور که اصلا تاجیک و ارقن آریایی نژاد بودند زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان تاجیکی آخر عهد غزنوی به شیوه بیان و نگاریش زبان عهد سامانی بیشتر قرابت داشت. شما گفتار 63 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.